سلام، من ریاضی هستم. اینجا هم زنگ ریاضیه، با هم دیگه قرار ریاضی یاد بگیریم. تقسیم رو میخوام امروز بهتون جوری یاد بدم که نه فراموش کنید و تا آخر زندگیتون به دردتون بخوره. بچه‌ها، ما برای یادگیری تقسیم باید ضرب و بلد باشید. تقسیم همون برعکس ضربه. ما اگه ضرب و بلد باشیم تو تقسیم به هیچ مشکلی نمیخوریم. اصلا میدونی تقسیم یعنی چی؟ تقسیم خیلی راحته، یعنی قسمت کردن یه چیزی. و این علامت تقسیمه. بذار نقطه‌اش. و اگر ما یک ماشین ورودی خروجی داشته باشیم، رفتش میشه ضرب و برگشتش میشه تقسیم. میخوام براتون یک مثال بزنم. مثلا به طور مثال 5 ضرب در 4 مساویه. من براتون با 2 رنگ می‌نویسم که قاطی نکنید. 20. خب گفتیم 5 4 تا 20 تا. گفتیم تقسیم برعکس ضرب دیگه. پس 20 تقسیم بر 4 مساوی با 5. و اگر حتی 20 تقسیم بر 5 با 4. هم دیگه الان تقسیم خطی رو یاد گرفتیم. و یه تقسیم دیگه داریم به نام تقسیم چکشی که به این میگیم ما تقسیم چکشی، به این ما میگیم تقسیم خطی که یاد گرفتیم. الان میخوام اجزای تقسیم چکشی رو بهتون یاد بدم. اینجا تقسیم چکشی رو می‌نویسیم. اینجا میشه مقسوم. اینجا میشه مقسوم علی. اینجا میشه خارج قسمت. اینجا میشه منها. اینجا منها خط. باقی مانده. اینجا برای این تقسیممون یه مثال بزنم. یا تقسیم دارونه چون به ماشین هدنه دیگه کنیم. پس با رنگ آبی مثلا می‌نویسی 67 تقسیم بر 2. می‌بینیم داخل ضرب 2 6 هست. بله هست، چون 3 2 تا 6 تا 6 رو اینجا می‌نویسیم، زیرش رو خط می‌کشیم. 6 منهای 6 0 7 میاد و میگیم داخل ضرب 2 7 هست. میگیم نه، ولی یه جور پایین‌تر هست، 6 هست. پس دوباره 3 رو میذاریم اینجا. بعد گذاشتیم 6 رو میذاریم اینجا. بعد میشه 1. بعد میخوایم وقتی که بدونیم درست حل کردیم میگیم 2 ضرب در 33 به اضافه 1 مساویه 2 تا 6 تا 66 با این 1 67. تقسیم ما درسته. پس به درستی گفتیم که مقسوم علیه ضرب در خارج قسمت به اضافه باقی مانده میشه.